بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و این شیء. عزیزان جان، فراخوانی ما داریم میدیم برای یک دوستانی که مایل به شربت شهادت هستن، نوشیدن شربت شهادت. اون عزیزانی که مایل به جهاد هستن، جهاد در راه اسلام، مسلمین جهان لا اون برحمد و نعمت. این عزیزان میتونن که در بسته‌بندی شکیل ما این عزیزان رو به عنوان موشک انتحاری میفرستیم اسرائیل. این عزیزان میتونن از امکانات ما بهره مند بشن. ما درون موشک براشون نان میذاریم، پنیر میذاریم با هندوانه، گردو میذاریم، یه چند دونه بادام میذاریم، اینا رو همه میذاریم که در راه از ایران تا اسرائیل رو یه چیزی به هر حال بخورند و بین راه توقف داریم. حالا دستشویی میخوام برن، دست با آبی، دست وضویی میخوام بگیرن. به هر حال فضای آرامش بخشی هستش که تا اونجا برسن و به شهادت نائل